سلام دوستان عزیز، خوش آمدین در یکی دیگر از ویدیوهای من ملکه هستم و در این ویدیو به شما انواع واو ها را آموزش می دهم که در کل در زبان پشتو چند نوع واو وجود داره؟ 4 نوع وجود داره. خب میریم درس خود آغاز میکنیم. در زبان پشتو 4 نوع واو وجود داره که عبارتن از نرم واو که در زبان فارسی میشه یا واو نرم. دوم سرگند واو در زبان فارسی میشه واو آشکار. دریوم اوگد واو دراز واو دراز. سلورم کوچنی واو کوچک. نرم واو ستوایی. نرم واو هغه واو ته وایي چې د مخه توري زور لري او نرم ویل کیږي. واو نرم به آن واوی گفته میشه که حرف ما قبل آن زبر دارد و نرم گفته میشه. لکه پلاو، یعنی حرف ما قبل چی تلفظ میکنیم؟ زبردار تلفظ میکنیم. پلاو پیش از واو چی است؟ لام هست. لام از زبردار تلفظ میکنیم. پلاو به معنی پلاو و لو به معنی درو کردن. کندو به معنی دیوار نیمه چپه شده. دوهم سرگند واو آشکار. سرگند واو هغه واو ته وایي چې مخه توری سرگند او درون پیخ ولري. واو آشکار به آن واوی گفته میشه که حرف ما قبل آن آشکار و همچنان پیش سنگین تلفظ میشه. لکه مانند زانگو ببینین آشکار تلفظ میشه و حرف ما قبل آن چگونه تلفظ میشه؟ درون پیش سنگین. زانگو. تالو. چاقو که چاقو میگه. زانگو به معنی گهواره. تالو به معنی کام او داس نور و غیره. دریم اوگد واوی طولانی. هغه واو ته وایي چې اوگد او نرم ویل کیږي. با آن واوی گفته میشه که حرف ما قبل آن دراز و نرم گفته میشه او د مخه توری اوگد پیخ ولري و همچنین حرف ما قبل آن پیشی سنگین داشته باشه، یعنی به شکل طولانی تلفظ میشه و حرف ما قبلش ما طولانی و نرم تلفظ میکنیم. لکه مور طولانی. اور پیخو که مور به معنی مادر، اور به معنی آتش، پیخو به معنی پشک او داس نور و غیره. سلورم کوچنی واو هغه واو ته وایي چې مخه توری سبک او لنډ پیخ ولري. کوچنی واو یا واو کوچک به آن واوی گفته میشه که حرف ما قبل آن ما سبک و یا اینکه کوتاه پیش کوتاه تلفظ میکنیم. لکه لومری ببینین حرف ما قبلش کوتاه و همچنان سبک تلفظ میکنیم. لومری به معنی اول. تاسو نمیگیم تاسو بسیار سبک و کوتاه. تاسو به معنی شما. پختنه به معنی سوال او داس نور و غیره. خب دوستان عزیز، این بود انواع واوها در زبان پشتو